سعادتمندی دنیا و آخرتتان باشه، سبب رضامندی الله متعال شوه، چیزی را که شما از پروردگارتان میخواهید در آن وجود داشته باشه و تقدیر شما را تمامش به خیر بگردانه. آیا چنین دعای وجود داره؟ بدون شک وجود داره. ما در آستانه دهه ذوالحجه هستیم. در این شب روز دعاها به درگاه الله متعال مستجاب می شود. پس چه خوب که دعای کامل و شامل را بگوییم که سعادتمندی دنیا و آخرت مان در آن نهفته باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. در بهترین روزهای سال قرار داریم. در دهه قرار داریم که نزول فرشتگان از آسمان ها به زمین نسبت به هر زمان دیگر بیشتر است. در این دهه به کدام اعمال نفس خود مشغول کنیم تا اینکه سبب سعادتمندی دنیا و آخرتمان شود. بیایید که برنامه امروز از طرح یک سوال آغاز کنیم. آیا گاهی شده است که در انگام دعا کردن درمانده شده باشید؟ یعنی دقیقا ندانید که چی چیزی از الله متعال بخواهم یا چی دعایی کنم که در آن سه خاصیت باشه. اول این که در استجابت آن شک وجود نداشته باشد. دوم این که در آن خیر دنیا و آخرت من نهفته باشد. و سوم این که مطابق با دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. برای روشن شدن این موضوع به حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم یا واقعه تاریخی باز می‌گردیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی به حجره ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها داخل شدند. دیدن که ایشان در دعا کردن نفسشان خیلی مشغول داشتند. یعنی آنقدر در دعا کردن مشغول و مصروف بودند که از حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم در حجره بی‌خبر بودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم چون دیدن که دعاهای حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها خیلی طولانی است و خیلی خود مشغول ساخته است، بعد از این که فارغ شد پیامبر صلی الله علیه و سلم به او فرمود که علیک بجمل دعا و جوامعه، ای عایشه بر توست که پابند باشی بر جامع ترین دعا و کامل ترین آن. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم گویا همسرشان تعلیم میده که بر تو دعای یاد میدهم و آموزش میدهم که هم جامع است، هم کامل است و هم نیازی نیست که نفس تا بیش از اندازه به آن مشغول بداری. و همچنان ما روایت دیگه نیز داریم از طرق مختلف که رسول الله صلی الله علیه و سلم به دیگه همسرانش نیز این دعا را آموزش میداد، زیرا آنها تشنه این بودند که نفسشان به دعای مشغول بدارند که سعادتمندی دنیا و آخرت باشه. این دعا را به ام المؤمنین جویره و ام المؤمنین ام حبیبه نیز ایشان تعلیم میده. علی کل حال این دعا چیست که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان دعای کامل و جامع معرفی میکنه؟ دعایی که سعادتمندی دنیا و آن چیزی که ما میخواهیم و سعادتمندی آخرت و آن چیزی که ما میخواهیم در آن نهفته است. و چی بهتر که این دعا در 10 روز ذوالحجه ورد زبانهایمان باشد. پس توجه کنیم. اللهم انی اسألک من الخیر کله عاجله و آجله ما علمت منه و ما لم اعلم. پروردگارا از تو میخواهم خیر دنیا و آخرت را و همچنان آن چیزی را که من میدانم و آن چیزی را که من نمیدانم. و اعوذ بک من الشر کله عاجله و آجله ما علمت منه و ما لم اعلم. و پروردگارا پناه میبرم به تو از شر و آفت آن چیزی که در دنیا و آخرت به من میرسه، از آن چیزی که میدانم و از آن چیزی که نمیدانم. اللهم انی اسألک من خیر ما سألک منه عبدک و نبیک. پروردگارا من آن خیر را از تو میخواهم یا سعادتمندی را از تو میخواهم که بنده تو و پیامبر تو آن را از تو طلب میکرد. و اعوذ بک من شر ما عاذ به عبدک و نبیک. و پروردگارا پناه میبرم با آن چیزی که از آن پناه میجست بنده و پیامبر تو محمد صلی الله علیه و سلم.
اللهم انی اسألک الجنة و ما قرب الیها من قول او عمل. پروردگارا من از تو بهشت را طلب می کنم و توفیق عمل و گفتاری که سبب نزدیک شدن به بهشت می گردد. و اعوذ بک من النار و ما قرب الیها من قول او عمل. و پروردگارا از آتش جهنم به تو پناه می برم و آن عمل و گفتاری که مرا با آن نزدیک میکنه از آن به تو پناه میبرم. و اسألک ان تجعل کل قضاء قضیته لی خیرا. و پروردگارا از تو سرنوشت و تقدیر و قضایی را میخواهم که در آن خیر باشد، قضایی که آن را به خیر برای من گشتانده باشی. الان دوستان عزیز این دعا را به 4 بخش تقسیم میکنیم. بخش اول سعادتمندی دنیا و آخرت و پناه جستن از شقاوتمندی دنیا و آخرت با واسطه اعمالی که یا گفتاری که ما را به این سعادتمندی نزدیک میکنه و اون اعمالی که از این شقاوت و بدبختی ما را به دور می سازه. این بخش اول. بخش دوم آن خیر است که بنده و پیامبر الله متعال محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را از الله متعال خواسته است و شر که بنده و پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم از آن به پروردگارش پناه جسته است. با خود تصور کنین رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادت های طولانی شبانه داشتند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در جریان سفر دعاهای داشتند. رسول الله صلی الله علیه و سلم مناجات داشتند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در نمازهای 5گانه دعاهای داشتند. رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که از طایف بیرون میشن و بدترین عمل اهل طایف با او انجام میدن دعاهای داشتند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در طول حیات 23 سال رسالتشان دعاهای زیادی کردند که این دعاها از 2 حالت خالی نبوده، یا این که خیرش از الله متعال خواسته یا این که پناه جسته به الله متعال. الان شما با این جمله تمام آن چیزی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حیاتشان از الله متعال خواستند نصیب می شوید و تمام آن چیزی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم در دوران حیاتشان با پروردگار پناه جستند گویا که شما پناه می برین. پس بخش دوم خیر است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم خواسته و شر که از آن به پروردگار پناه جسته است. بخش سوم وارد شدن به بهشت و نجات از آتش جهنم است و اون عملی که سبب داخل شدن به بهشت میشه و اون عملی که سبب نجات از آتش جهنم میشه. ما در روایت قبلی داشتیم انسان با کلمه‌ای که از زبانش بیرون میشه و سبب رضامندی و خوشنودی الله متعال میشه، خودش برزش اون کلمه اگرچند پی نمیبره اما سبب خوشنودی الله متعال شده و وارد بهشت میشه. و بعض اوقات انسان به سبب گفتاری یا عملی که خودش آن را خیلی ارزشمند نمیپنداره ولی با انجام دادن آن سبب نارضایتی الله متعال میشه و این فرد به فرق با آتش جهنم سقوط میکنه. الان شما در این دعا توفیق عمل و گفتار را میخواهیم که وارد بهشت میسازه شما را و از اعمال و گفتار به الله متعال پناه میبرین که شما را از آتش جهنم نجات میده. و اما قسمت چهارم این دعا چیست؟ شما قضا و سرنوشت را از الله متعال طلب میکنین که الله متعال آن را به خیر شما گشتانده است، یا اون سرنوشته که الله متعال آن را به خیر شما رقم زده است، زیرا انسان نمیدانه که فردا چی چیزی در سرنوشت او نوشته شده است و بعضا ممکن خاتمه انسان سو باشه ولی با این دعا الله متعال خاتمه او را به خیر میگردونه. بودن بسیاری کسایی که وارد معاملات شدند که خیر معلوم میشد ولی به شرشان بود و ای که شر میپنداشتن در حالی که خیر آنها بود. پس یکی از کاملترین دعاهایی که اگر شما احساس میکنین در انگام نماز در ماندین که چی چیزی از الله متعال بخوایم که یک دعای کامل شامل و همه شمول است، پس شما این دعا را که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ازواجشان تعلیم دادن در هر زمان بعد از هر نماز یا هر موقعی که فرصت به دست میآید ورد و ذکر زبان شما باشد.